برکاستن از ارزش و مقام حج. وقت روایات رو ببینید، من فقط یه روایت میکنم. درهمون فی الحج، امام باقر علیه السلام، درهمون فی الحج افضل من الف درهم فی سائر وجوه البر و درهم یوصل به الامام افضل من الف درهم فی الحج و درهم یوصل به الامام افضل من الف درهم فی الحج. ضریب میلیون ضرب در میلیون، یعنی یک عدد با 12 تا صفر کنارش به اضافه اون من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، یه صفر هم اونجا داره، میشه 13 تا. روایات و فتواهایی که در کتب شیعه برکاستن از ارزش حج و توهین به آن ساخته و وضع شده اند، گمان نمی کنیم هیچ عاقلی به آن اطلاع یابد مگر اینکه حیرت و سرگیجه او را فرا می گیرد و همه این روایت ها به ائمه نسبت داده می شوند. خمس یا کلید بانک ها. اگر درهمی برای امام از حج ارزشش بیشتر است، پس بایستی ائمه شیعه ثروتمندترین اشخاص عصر خود باشند، حال اینکه با بررسی زندگی آن بزرگواران می‌بینیم آنها در نهایت زهد و پارسایی زندگی می‌کردند و هیچ درهم و دیناری از مردم نمی‌گرفتند. آخوندان شیاد از خمس نیز سوء استفاده زیادی به عمل می‌آورند و به وسیله آن سرمایه‌های کلانی اندوخته‌اند. پس از انقطاع سلسله امامت و غیبت به اصطلاح امام غایب، دیدگاه رایج این بود که خمس حق امام غایب است و هیچ کس حقی در آن ندارد. به همین دلیل بود که بیش از 20 نفر ادعا کردند که نائب امام غایب هستند تا بتوانند خمس را بگیرند و در آن تصرف کنند و گفتند ما با امام غایب ملاقات داریم و می توانیم خمس را به ایشان برسانیم. و این شیادی تا امروز هم جریان دارد و راه را برای استفاده از دسترنج مردم هموار کردند و گفتند فقیه می تواند در سهم امام هر طور که صلاح ببیند تصرف کند، مانند انفاق بر طلبه و اقامت شعائر دینی و غیره. لذا به گفته این آخوند 1 درهم حق امام خمس دادن مانند آن باشد که 1000 درهم در راه حج خرج شود، حقا که این آخوندها مصداق این آیه هستند که الله متعال می فرماید يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ای مؤمنان، بسیاری از دانشمندان و راهبان و رجال دینی اهل کتاب اموال مردم را به باطل می‌خورند و از راه الله باز می‌دارند و به کسانی که طلا و نقره ذخیره می‌نمایند و آن را در راه الله انفاق نمی‌کنند نوید عذابی دردناک بده.